اینجا مجتمع گردشگری سلواست که توی منطقه آزاد انزلیه. کلی کلبه های سوئیسی و خونه های خوشگل که کنار هم قرار گرفتن و میتونید بیاید اینجا اقامت داشته باشین برای شب. رو به دریاست، وسایل بازی بچه ها رو داره، یه فضای خیلی خوشگل برای پیاده روی داره. تازه کنار این مجتمع پلاژ خانم هم هست که میتونن برن و آفتاب بگیرن. اینجایی که میبینید رستوران مجموعه است. هم از بیرون میتونید بیاین از رستوران استفاده کنید، همین که مسافرید و اینجا اقامت دارید این رستوران برای شماست و میتونید از غذاهاش استفاده کنید. اگر که قصد دارین گیلان رو ببینین، برای دیدن گیلان شهرهایی مثل رشت و انزلی و ماسال و ماسولو و لاهیجان اینجا لوکیشن خیلی عالی برای شماست. خیلی خیلی نوعه، چون که فقط 1 ساله که تأسیس شده. اگر که دوست دارید کلبه سوئیسی 2 طبقه انتخاب کنید میتونید اینجا جزء گزینه‌هاتون باشه. اگر نه یه دونه فلت میخواین، یه خونه‌ای که مثلا 4 نفر یا هر تعداد که دوست دارین توش جا باشین، بازم میتونید اینجا هر کدومی که دوست داشتین انتخاب کنید. اگر توی سایتشون برین به راحتی عکس و ویدیو و فیلم همشون هست. جالبش اینجاست که این کلبه ها داخل منطقه آزاد انزلی هن. یعنی اینجا همه چیز هست، تفریحات دریایی، رستوران، کلی پاساژ، جایی که ما همیشه برای خرید خودمون از رشت میایم منطقه آزاد. ولی این بار که دیدم این کلبه های خیلی خوشگل افتتاح شده و خیلی جذابن، اومدم براتون یه ولاگ بگیرم و بهتون نشونشون بدم. منطقه آزاد انزلی مثل کیش و قشم شده این روزا. خیلی خیلی بزرگه، خیلی امکانات خوبی داره و بهتون شدیداً پیشنهادش میکنم. اینم از سلوا، دهکده ساحلی جذاب توی انزلی.